سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو نقد محصول دیگه با من. برای کسایی که اولین بار منو میبینم، من تینام، اکثریت منو به بلاگ بای تینا میشناسن. بریم نقد این هفتمون رو داشته باشیم. ویدیوی امروزمون نقد محصولات روده. بچه کلی محصولات برند رودو گرفتم، فوم شستشوش، مرطوب کنندش، قابش، خیلی ذوق دارم که همه رو نشونتون بدم. برای کسایی هم که نمیدونن، رود برند هیلی بیبره، زن جاستین بیبر، و همه هیلی بیبر رو به پوست شیشه‌ایش و کلا پوست صافش میشناسن و همه اینطوری بودن که مثلا چه محصولاتی استفاده میکنی تو روتینت که پوستت اینطوریه، و بعد اومد برند خودش رو داد بیرون و میتونم بگم که واقعا محصولاتش استفاده کنید پوستتون شبیش میشه. یه ذره پکیجینگای بعضی محصولا اینطوری ترکیده که اونم به خاطر باربراییه که میارن. اولین محصول فوم شستشوش خریدم و اینم خودشه. پکیجینگ محصولاتش واقعا پینترستی هن. یعنی نگاه چقدر ساده خوشگله، قشنگ اون حس این که قراره یه پوست نرم گلویی به آدم بده رو میده. توی این شویندهش آنزیم آناناس داره، پاک کننده طبیعی پوست مرده های پوسته، ولی اصلا خشن نیستش و از اونها نیستش که بعدش پوستتون احساس کشیدگی و خشکی بکنه. اون حالت براقی و یه ذره مثلا گلویی میده به پوست. بوی آناناسش خیلی کمه، یعنی کسایی که مثلا به محصولات عطری حساسیت دارن اصلا اونقدر اذیت کننده و زیاد نیست. مشکلی که من فقط باهاش دارم اینه که این جاش خیلی بزرگه و نگاه من اصلا فشار ندم محصول میاد ازش، یه ذره باید مراقب باشید. ولی این تکسچرشه خیلی ملایمه، خیلی شوینده ملایمیه و برای وقتایی که مثلا صبح بیدار میشی، مثلا فقط میخواید در حد اینکه پوستت تمیز بشه، خیلی گزینه خوبیه. اگه پوست خشک و حساس دارید، پیاچ خیلی بالانسی داره، میگم که اصلا پوستو اذیت نمیکنه. حتی برای کسایی که مثلا من پوستشون چربه هم خیلی خوبه. حالا من برم اینو بشورم بیام. خب بچه من پوستمو شستم، شما ببینید ذره پوستم احساس کشش نداره. خیلی شوینده خوبیه، من عاشق این شویندم. کسایی که پوستشون خشکه واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که اینو بگیرید، یا یه شوینده مخصوص صبح بخواید. دومین محصولی که از رود داریم یکی از معروف ترین محصولاتشه، این گلیزینگ میلکشه که ببین وقتی که اومد کل تیک تاک ترکید، کل تیک تاک. من اینجا پک هالیدیشو گرفتم، این پک کریسمسشه که الان بچه‌ها این سولد اوته، ولی فکر کنم که مثلا چند ماه دیگه که کریسمس دوباره اینو تولید کنه. تو این پک یه دونه همون گلیزینگ میلک فول سایزشه با یه لیپ پپتایدش. بچه این گلیزینگ میلکش یه تونر شیریه. حالا من ترکیبات مهمش رو میگم، ببینید پوستتون اصلا بهش نیاز داره یا نه، که من میگم مثلا هر کس، یعنی هر کس با هر مدل پوست که هست اینو باید بگیره و قبل میکاپ نمیدونید چه معجزه‌ایه. توش سرامید داره برای ترمیم سد دفاعی پوستتون و اینکه اون آبرسانی که میکنه تبخیر نشه. منیزیم رویش هم برای کنترل چربی پوسته. این مرحله از آماده سازی پوستمون همون مرحله‌ایه که باعث میشه که هیلی بیبر پوستش اونطوری گلویی بدرخشه. پکیجینگش رو نشونتون بدم، اینطوریه. یه ذره ازش رو میریزید رو کف دستتون، بعد میزن. وای بچه ها به خدا اصلا نمیدونید این چه بافت خوبی داره. اصلا یکی از سبکترین محصولاتی که زدم به پوستم و بعدش پوستم انقدر جوندار و آبدار میشه که الان نشونتون میدم. خیش بعد این عاشق پوستم میشم. نگاه این گلویه رو داره میده و چقدر گلویه طبیعیه. این براقای بیش از حد نمیشه که انگار صورت چرب شده. بچه بعضی وقتا خود هیلی بیبر این محصول رو با کرم پودرش قاطی میکنه که کرم پودرش همون حالت گلویی بیشتر رو بگیره، همین که خیلی سبک میشه و رو پوستش خیلی یه دست‌تر میشه. اصلا انگار یه پوست طبیعی میده. ما هم با کرم پودرم قاطیش میکنیم. انقدر آبرسانیش بالاه که اصلا الان من حس میکنم پوستم نیاز به هیچ مرطوب کننده ای نداره و یه سطح اسموث نرم خیلی خوشگل میده. محصول بعدیمون این مرطوب کنندشه. توش 5% نیاسینامید داره که خب میدونید برای کنترل منافذ خیلی خوبه.
شی باتر داره که قشنگ عمقی پوست رو تمیز میکنه. این مرطوب کنندش رو من به کسایی که پوست خیلی خشکی دارن پیشنهاد میدم. به پکیجینگش هم ببینید. از این محصولا نیست که باهاش جوش بزنید، ولی اصلا کسایی که پوستشون خشکه اگه اینو بزنن تو کل پاییز زمستون اصلا نیاز به هیچ مرطوب کننده دیگه ای ندارن. تا چندین ساعت بچه انقدر پوست رو نرم نگه میداره. بعد خدای این بافتش رو ببینید، خیلی باحاله. به همینو بزنم. ببین اگه چه میدونم لایه برداری میکنید یا کلا از این پوستایی هستید که سریع قرمز میشید، این محصول خیلی بهتون کمک میکنه. خیلی خیلی هم زود جذبه. قشنگ انگار مثل یهو آب میشه میره زیر پوستتون، باعث میشه پوستتون پلامپتر یا مثل هلو میشه. ببینید پوست منو چی کار کردن این محصولا. مثل پنبه نرمه الان پوستم، خیلی نرم میکنن. اصلا هم سنگین نیست که بخواید حسش بکنید مثلا اذیت بشید. اصلا کلا خیلی محصولات سبک، زود جذب و آبرسانی عمقی انجام میدن. اینا کلا لاین اسکینکر رود بود. حالا این که برای زیر میکاپ هم استفاده میشه، ولی کلا همشون برای میکاپ کردن یا برای اینکه یه پوست ملایم داشته باشید خیلی خوبن و واقعا همه رو بهتون پیشنهاد میدم. ولی این یه چیز دیگه است. بچه‌ها من خودم حس میکنم که وقتی کلا از روتینش کامل استفاده میکنم یکم این منافذای اینجام قشنگ خالی میشه و بسته تر و کوچیک‌تر میشن. برم ابرامو درست کنم بیام. همونطور که گفتم یکی از ترفندهای کرم پودر زدن هیلی بیبر اینه که این گلیزینگ میلکر رو با کرم پودرش قاطی میکنه و یه فینیش یه دسته خیلی خوشگل میده بهش. منم الان میخوام با کرم پودرم ترکیبش کنم. یه پامپ میزنم. البته اون کرم پودر استیکی دیو رو استفاده میکنه، ولی خب من اون رو ندارم. کرم پودر میذارم 2-3 قطره میریزه، همینقدر فکر کنم. بعد پشت دستش ترکیب میکنم. یه همچین بافتی با همین الان گلویی شدیم. بعد با کرم پودرش ور میداره مستقیم میزنه رو پوست. اوه بچه ها کاور کرم پودرم کمتر شد ولی خیلی سبکتر شده، خیلی سبکتر شده. و این فینیشش رو میبینین چقدر خوشگل شد. مثلا نگاه کنید الان اینجا جای جوشه، معلومه هنوز. برای وقتایی که میخواید پوستتون خیلی سبک باشه، مثلا چه میدونم یه جای خیلی اوکی دارید میرید، این طرفم فوق‌العاده است. به به خیلی خوب شد. ببین ذره کرم پودرم کیکی نشد و خیلی خوشگل خوابید رو پوستم، ولی خب کاورش اومد پایین‌تر. مثلا میتونم بگم کاور متوسط رو به بالایی داره، الان مثلا متوسط شد و پوست درخشان من خیلی ترفند خوبی بود. حتما این ترفند رو امتحان کنید اگه خریدینش. اون کرم پودری هم که خودش استفاده میکنن هم میخرم که ببینیم با اونم چه جوری میشه، ولی با این کرم پودر خودم که بی‌نظیر شد و به این ترفنده 10 از 10 میدم. واقعا خیلی خوب شد. بچه‌ها نظرتون راجع به این ترفنده بگید تو کامنت ها بهم. میدونید من منتظر چیم از برند رود؟ کانسیلر. به خاطر اینکه خود هیلی بیبر اصلا خیلی وقتا همین کرم پودرم نمیزنه، با کانسیلر مثلا جاهایی که حالا یه ذره رنگ پوستش یه نواخت نیست و کاور میکنه و خیلی برام عجیبه که تا الان هنوز کانسیلر نداده. ولی حالا الان دارم از این کانسیلر الف هم استفاده میکنم. میتونم بگم هیچی رو پوستم حس نمیکنم، هیچی. برای کانتور کردن صورتم میخوام یه کاری کنم. من 2 تا رنگ خط لباشو گرفتم، یکی قهوه یکی توناژ صورتی. این قهوه‌ایه رو فکر میکنم تیره ترین رنگشو گرفتم، چون هم الان داریم نزدیک پاییز میشیم یه ذره خط لبای تیره دوباره داره ترند میشه. همین که خود هیلی بیبر بعضی وقتا با این رنگ کانتور صورتشو انجام میده و میگفت که اصلا این رنگ مناسب هر آندرتون پوستی که مثلا دارید هست. الان من میخوام با همین رنگ تیرش که رنگ استرچه کانتور صورتم رو انجام بدم. خیلی خوشگل میشه. خط لباش خیلی بافت نرمی دارن، خودش به این شکل کانتور میکنه. برای بینی خیلی راحته چون خب سرش کوچولوه و چشما انقدر نرمن که میبینی چقدر راحت بلند شد. رنگش هم خیلی خوشگله، مثلا برای میکاپ طبیعی بخواید انجام بدید خیلی نازه.
در کل همه محصولاتش اون میکاپ های کلینگرل رو میده به آدم. مثلا تو میکاپ های کلینگرل همینقدر باید کانتورتون طبیعی و خوش رنگ باشه که هست دیگه. اصلا لک نکرد با اینکه خط لب من به جای کانتور استفادهش کردم و همون بافت خوشگل نرم و داره. خیلی دوستش دارم. محصول بعدیمون رژگونه هاشه. وای من همیشه دوست داشتم رژگونه های رودو داشته باشم. این رژگونه هاش هم اسمش پاکت بلاشه، یعنی سایز و اندازش جوریه که مثلا تو جیب جا بشه و راحت بتونید همراه نقلش بکنید. من رنگ توست تدی رو گرفتم، باز به خاطر اینکه نزدیک پاییزیم و من خیلی رژگونه های صورتی دارم، دلم یه رنگ جدید میخواست. یه ذره با حجمش مشکل دارم ولی انقدر خوشگل، انقدر ناز رو پوست میخوابه که رنگای دیگه‌ش هم میخوام سفارش بدم. بافت خیلی کرمی و سبکی داره، انگار دارم کره میزنم به پوستم، انقدر نرمه. اصلا تکسچرش یه جور عجیبیه. کم رو بینیم، لبام، چونم، پشت پلکم. حالا اینو نبینید الان بگید وای چقدر زیاد رژگونه زده. پیگمنت خیلی قابل کنترلی داره. بلندش کنم ببین چقدر زود داره بلند میشه و انقدر خوشگل. دیدید گفتم پیگمنت خیلی قابل کنترلی داره. این گلویشو میبینی؟ حتی رژگونه‌ش هم قراره باز گلویی باشه. خیلی خوشگله بچه‌ها. اولین باری که رژگونه‌شو زدم از شدت ذوق واقعا دلم می‌خواست بچه‌ها گریه کنم، جدی دارم میگم، چون من اصلا انتظار نداشتم که اصلا فرمول و همه چیش مثلا با رژگونه‌های دیگه یه تفاوت خیلی زیادی داشته باشه. میگم که صورتیش هم حتما میخرم چون خب منو اکثریت به رژگونه‌های صورتی میشناسم و خودم هم خیلی خوب سلیقه‌م صورتی، ولی اینم خیلی خوشگله. میمیرم برای رژگونش. اگه هیچ محصولیشو نمیخواید هزینه کنید رژگونشو هزینه کنید، قول میدم پشیمون نمیشید. توش پپتاید و روغن آووکادو داره، برای همینطوری میدرخشه. نظر من رو خرید این 100 از 100. بچه واقعا سایزش هم همون پاکت بلاشی که خود هیلی میگه هست، قشنگ تو جیب جا میشه. و بچه اگه مثلا یه حس کردید کمه کاملا میتونید روش دوباره بزنید. حالا من الان دیگه با انگشتم فیدش میکنم، اصلا لکینا نمیکنه یا کرم پودر زیرش اینا رو اصلا خراب نمیکنه، بیلدبله به اصطلاح. الان نوبت خط لباشه. کلا رنگ بندیش خیلی ملایمه. من دوتا رنگشو دارم که با سلیقه‌های مختلف که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید بتونید تصمیم بگیرید. اول از همه میرم سراغ رنگ پرس که یه صورتیه. پکیجینگاشون این شکلیه. این تهش یه اپلیکاتور داره برای بلند کردن خط لب. به نظر من این کار واقعا خاص کرده این خط لبا رو، چون مثلا به جای اینکه دستت کثیف بشه و نمیدونم براش دیگه استفاده کنی، با ته خود خط لبت میتونی بلندش کنی. بچه‌ها اینا هم خیلی بافت نرمی دارن. این صورتیشه، مثل رنگ کالباسی یه ذره تیر است. موندگاریشون خوبه ولی موندگاری عالی نداره به خاطر اینکه بافتشون نرم و کرمیه. کلا هر خط لبی خواستید بخرید دیدید همچین بافتی داره، بدونید که یه ذره موندگاریش متوسطیناست، ولی اگه بعد چند دقیقه مثلا خیلی خشک میشد اون موندگاری اوکی داره، ولی این مثلا همینطوری نرم میمونه دیگه، چون حالت گلویی و درخشش رو به پوستتون بده. خیلی روونه. پیگمنتشون هم عالیه. حالا این یه ذره رنگ لبای خودمه، حس کنم تو دوربین سخت معلوم میشه، ولی یه کالباسی خیلی نازی داره. تهشم که اینطوریه، باهاش میتونید مثلا بلند کنید خط و مرزا رو. این از رنگ جذابی که داد خیلی خوشگله برای کسایی که کلا مثلا خط لب یا رژ لبای صورتی و کالباسی دوست دارن، خیلی این رنگشو بهتون پیشنهاد میدم. حالا بریم سراغ اون رنگ تیرهه. تا بعد اینم بهتون بگم، دیدید یه سری خط لبا که مثلا یه بافت نرمی داره خیلی زود چیز میشه، مثلا وقتی میخواید پاک کنید کامل این دور دهنتون رنگش میگیره، ولی این اصلا اونطوری نیستش. رنگ تیره هم که بهتون گفتم رنگ استرچه، خیلی رنگ جذابیه. الان میزنم و ببینید خیلی روونن این لعنتی‌ها. فقط حالا اینجا رو میخوام ببینید. با این سرش شروع میکنم به بلند کردنش،
توی لبم. چقدر خوشگل میشه. اصلا وقتی تازه اینو بلند میکنی رنگ اصلی و اون بودی که به لبات میده معلوم میشه. خیلی خوشگله. این چند روز فقط دارم از این خط لب استفاده میکنم، اونم فقط به خاطر این بود و رنگی که به لبام میده. حتی خالیشم بدون اینکه لیپ گلاسی یا چیز دیگه بخواید بزنید خیلی خوشگله. مشکلی که دارم ببین مثلا چون خیلی دستم زیاد گرفتم انگار این نوشته هاش یکم کم رنگینا شده. یه ذره مثلا کوالیتی پکیجینگشون کمه. فقط هم راجع به خط لباش میگم ها. بخش مورد علاقه من لیپ پپتایدش. ما 3 رنگ لیپ پپتایدش داریم که با هم دیگه امتحان کنیم. مطمئنم شما هم از روی این لیپ پپتایدش یا همون برق لباش، برق لب که نمیشه گفت، بیشتر بالم لبن چون خاصیت درمانی دارن. برندو میشناسید. این که برای کالکشن هالیدیشه که فعلا سولد اوت متاسفانه. این کالکشن تابستونشه. اینم یکی از اون رنگ اصلیاست که همون اولین بار که لانچ کرد این رنگم بود. حالا بریم دونه دونه تست کنیم. اول من میرم سراغ مورد علاقه خودم تا ابد. رنگ پپرمینت گلیزشه. یه آب نبات نعنایی هست که تو کریسمس خیلی مثلا رو درخت کریسمسشون هم میذارن، تزیینینا میکنن. اینو از رو اون الهام گرفتن. میبینید پکیجینگش هم شبیه همونه. و بوش وای قشنگ بوی همونا رو میده. یه بوی وانیلی نعنایی داره. خیلی خوشبوه. این پر از شاینه بچه‌ها، پر از شاین، چون برای کریسمس دیگه. حالا من بزنمش. وای خیلی خوشگله این. کاش شاینش تو دوربین معلوم شه. نمیدونم شاینش معلوم میشه یا نه. چقدر لبا رو جوسی تر و قلوه‌ای تر میکنه. قشنگ لبا انگار پلامپ تر میشن. این مدلش یه حس خنکی هم به لب میده ولی اصلا هجوم دهنده اینا نیست که بخواد بسوزونه ها. فقط یکم لبا رو خنک میکنه. پپتایداش درمانی ان دیگه. توش پپتاید داره که باعث میشه این خطوط لب باز بشه، لباتون نرم بشه. اگه لباتون پوسته پوسته میشه درمان بکنه. این لیپ کامبو مورد علاقه من شده. تو پاییز اکثرا دیگه اینا رو استفاده میکنم. خیلی خوبه. رنگ بعدی که دارم برای کالکشن تابستونشونه لمونتینی بالرینی. امسال تابستون یادتونه دیگه چقدر رنگای لیمویی ترند بود و اینم به خاطر همون داده. وای بچه ها این قشنگ بوی یه دسر لیمویی میده. یعنی اصلا بوی اون شکر و وانیل و لیمو رو حس میکنی. این برخلاف اون کالکشن هالیدیش که پر شاینای سفید یا همون نقره‌ای بود، این پر شاینای گرم و مثلا طلاییه که خیلی جذاب. ببین خیلی خوشگله. خیلی یه آندرتون گرمی میده. درسته این برای کالکشن تابستون بود ولی واقعا به نظر من برای پاییزم میشه استفاده کرد، چون پاییز معمولا رنگای گرم استفاده میشه و یه همچین رنگ گلاسی خیلی خوشگل میشه. با اینکه هی دارم پاکشون میکنم ولی قشنگ اون خاصیت نرم کنندگیشون رو لبام مونده. خطوط لبامو قشنگ باز کرده. آخرین رنگی هم که داریم سالتی تنه که یه رنگ کالباسی خیلی خوشگلی داره. یه بوی شیرین تری داره. این خب مثلا دیگه قشنگ رنگ داره. نگاه کنید. این رنگ با این خط لب صورتیه بود که نشونتون دادم. خیلی لیپ کامبوی خوشگلی میشه. اون کالکشن اصلیاش یادمه که دیگه مثلا شاینینا نداشت دیگه. اینا اگه خواستید بگیرید بدونید که اصلا توی شاین نداره. منظورم همون شیمراست. همشون لبا رو جوسی میکنه، خطوط لبو باز میکنه، پوستای لبتون رو درمان میکنه و واقعا جذابن. همونطور که گفتم اینا یه حالتی بالم لب دارن، یعنی نمیشه بهشون مثل لیپ گلاس نگاه کرد و خب موندگاریشون یکم از لیپ گلاس کمتره ولی باز موندگاری خوبی و متوسطی دارن. آخرین چیزی که از رود داریم قاب گوشیشه. بچه من همیشه دوست داشتم یه قاب رود داشته باشم. درش بیارم. این لیمیتد ادیشن از کالکشن تابستونشه. حالا چرا این رنگی رو گرفتم؟ به خاطر اینکه نمیدونم رنگش خیلی جذبم کرد. قهوه‌ایش هم خیلی دوست داشتم ولی خب اینو اصلا یه جور دیگه ای دوست دارم. با هم دیگه بندازیمش رو قابم، یعنی رو گوشی. وای خیلی خوشگل شد. این گوشی، اینم این و لیپ پپتایدمونم که میره اینجا و هی مثل این دختر ادایا ور میدارم تو خیابون، هی لبامو گلاسی میکنم.
جوسیشون میکنن. خیلی خوشگله بچه‌ها. اگه میخواید برای قابای رود هزینه کنید حتما بکنید. این گنبالی که داره خیلی باعث میشه که خوش دست شه و راحت باشه تو دست. اصلا هم قاب سنگینی نیستش. فیکای قاب رود سنگینه ها، ولی اورجینالشو بگیرید اصلا سنگین نیست و خیلی هم خوش دسته. خدا هیلی بیبر که اینطوری میگرفت. و بچه‌ها اینم از نقد محصولات رود. امیدوارم که این ویدیو رو هم دوست داشته باشید. حتما برام کامنت کنید که کدوم از این محصولات دل شما رو برد و کدوم ارزش هزینه کردن داره. کامنتاتون رو میخونم من. مرسی که لایک میکنید. اگه سابسکرایب ندارید منو که سابسکرایب هم کنید، به دوستاتون منو معرفی کنید. همین دیگه. ماچ به همتون. خدافظ.